سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی مستقیما تماشا دارید. برنامه امروز چهارشنبه 19 دکبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. امروز در برنامه سرنوشت سعدی کماندیر ناروشن باقی میماند. خبرنگاران آزادی از مکان ناپدید شوی پلکونیک سعدی خالمرادوف گزارش میدهند. میافتد و از اینجا کارمندان حالتهای فوق‌العاده آمده اون رو تنها عربی او رو به بیرون کشیدند. مهاجر نمیخواهیم و 6 روز کار میکنیم. طرح قانونی نوی مهنتی ویکتور اوربان سروزیر مجارستان باعث اعتراض ها شد. از مهاجران کاری حذر میکردند، اکنون نوبت به فرزندانشان رسید. مسکوی ها نمیخواهند فرزندانشان با کودکان مهاجران در یک میز نشسته درس خوانند. Московский таджик, я его как называю. من از او تاجیکی مسکوی نام میبرم. او تاجیکی را میفهمد اما خوب صحبت کرده نمیتواند. کوشش میکنم در خانه با او با زبان مادری گپ زنم. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. پس از 4 روز ناپدید شوی پلکونیک مستعفی سعدی خالمرادوف ملقب به سعدی کماندیر، خادمان نجات در ناحیه دنغره از داخل دریای وخش، عرابه و برخی دیگر جهاز شخصی او را پیدا کردند. مکانی که سعدی کماندیر از آنجا ناپدید شد، جریه واقع است که از قعر آن دریای وخش جاری است. اما از خود پلکونیک سعدی خالمرادوف هنوز درکی نیست و عملیات جستجوی او ادامه دارد. همکارانمان میرزانبی خالقزاد و براد یوسفی به محل ناپدید شوی پلکونیک رفته این گزارش را تهیه کردند. با گذشت 6 روز به طور مرموز ناپدید شدن سعدی خالمرادوف ملقب با سعدی کماندیر در باغ خصوصیش در دهه چوگانک ناحیه دنغره نزدیک نیروگاه برق آبی بایغازی حدس و دلیل‌های زیادی را ایجاد کرده است. اما هنوز هم دلیل قاطع در مورد چه اتفاقی افتادن با او آشکار نشده است. فرضیه‌ای که تا امروز مقامات تفتیشات سر آن توجه جدی دارند از بلندی موقع باغش به دریای وخش سرازیر شدن سعدی کماندیر می باشد. از آن موقعی که گویا به دریا افتاده است عرابه خواجگیش یافت شد. یگانه فرضیه‌ای که حالا زنده روی زبانها و از طرف مقامات تفتیشاتی هم حدس زده میشه این است که همان روز از این بالا، یعنی از این بغل کو، عرابه او به اینجا، یعنی در همین نقطه بحر می افتد و از اینجا کارمندان حالتهای فوق‌العاده آمده اون رو تنها عرابه او را به بیرون کشیدند. غواصان حدود 10 کیلومتر دریای وخش را از محل احتمالی به آب افتادن سعدی کماندیر را بازجویی کردند و نیز بازجویی آنها هنوز هم ادامه دارد. در موقع گویا به جری و دریا سرازیر شدن سعدی کماندیر هنوز هم پی خون دیده می شود. یکی از نزدیکان او گفت نمونه از آن خون را برای آزمایش برده و خلاصه کردند که آن گویا خون کدام یک سگ است. اما چگونه خون سگ در آن جری ریختن با سالهای بیشتر برای تفتیشات را پیش آورده است. حالا یک حدس دیگر، یعنی که یک گمان زنی دیگر پیش آمده است که گویا و هنگامی که در اینجا کار در باغ خودش کار میکرد از طرف افرادی شاید ناشناس و نامعلوم کجای برده شده است، حالا روشن نیست. اما تفتیشات اولیه نشان داده است که این حادثه یعنی حادثه کشتار بوده، یک سوءقصد بوده است، ولی حادثه در آب غرق شدن اساس خودش را پیدا نکرده است. به گفته نزدیکان سعدی خالمرادوف، او گویا چند روز قبل از حادثه ناپدید شوی با یگان همسایش در این گوشه بیادم سر کدام مسئله مربوط به زمین باغش جنجال کرده است. به نظر می رسد که مقامات تفتیشات این فرضیه را هم دقیق دارد، زیرا پس از بازگشت ما یکی از نزدیکان سعدی کماندیر با تلفن اطلاع داد که 2 پسر همسایش را مقامات دادستانی شهر دنغره همچون گمانبر برای بازپرسی بردند. پلکونیک بازنشسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سعدی خالمرادوف، معروف با لقب سعدی کماندیر و در گذشته از معاونان ژنرال سهراب قاسموف بود. سعدی خالمرادوف 56 سال قبلا در قسم نظامی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در محله قلپیسته ورزاب فعالیت داشت و سالهای اخیر بازنشسته بود. تقریبا 1 سال اخیر در یکی از ایستگاه‌های نظارت آب نیروگاه برقی آبی بایغازی کار می‌کرد و در نزدیکی آن باغ هم بنیاد کرده بود. میرزانبی خالقزاد، براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در تاجیکستان به دلدادگان توصیه دادند که قبل از ازدواج از صحبت روانشناس و یا پسیخولوگ گذرند. تنها پس از صحبت روانشناس در مورد وضع روانی داماد و عروس خلاصه داده می شود و مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی عریضه نکاح آنها را میپذیرد. خلاصه روانشناس بر ضمن معلوماتنامه صحتی یک حجت دیگر است که قبل از ازدواج از نوخانه‌داران پرسیده می شود. آیا صحبت با روانشناس عائله های جوان را از پاشخوری نجات و خشونت خانوادگی را کم می کند؟ سرانگیزی نوروزشاه و امرالدین عالیموف گزارش می دهند. به رحمان علی توصیه دادند پیش از ثبت عریضه ازدواج با روانشناس صحبت کند. زوروری گفته چه میفهمین در این؟ زوروری بودم که کنترک عصب میشه. خیلی چی کار میکنند؟ همین مثلا عائله آینده تان شما چقدر میبینید؟ خیلی برگام میکنم گفتی افو چی نیست. اداره های ثبت اسناد در دوشنبه موظف شدند که قبل از قبول عریضه جفت‌های جوان برای عقد نکاح آنها را به صحبت روانشناس و حقوق شناس جلب کنند. هر یک شهروندی که به ما مراجعت میکند اویدی گذاشتن از عقد نکاح دولتی ما به شهروندان فهمانده میدهیم اون چیزی که از کدکس عائله جمهوری تاجیکستان چی لازم است به شهروندان فهمانده میدهیم و اینچنین باز به نزد همین مثلا حقوق شناسان نشستند به نزد آنها میفرستانیم با آنها مشورت میکنند. روانشناس آماده بودن یا نبودن رحمان علی را برای برپا کردن عائله سنجید. او بعد سوال و جواب و پیشنهاد مشورت به رحمان علی توصیه داد که عریضه‌اش را برای نکاح سپرد. امیدواریم که در عائله شما زوروری رخ نمیدهد. خیلی واقعی نیست. بسیار رحمان علی هم وعده داد که به همسری آینده‌اش دست نمیبردارد. او نیت داشته است بعد ازدواج به روسیه رود. بایلم 3 سال میشد ما شناسم. 3 سال میشد این از شلوار توی کردنیم. دارم توی دلش میبینیم زندگی پس بلند داره. پیشگیری میکنیم که مثلا شتابی زوروری نشود در بین عائله خودمون. آیا ازدواج جفت‌ها اجباری است یا نه؟ کسب و کار و منبع درآمد دارند و اگر بعد ازدواج به مهاجرت روند همسرانشان را با خود میگیرند یا نه؟ همین گونه چیزها را ضمن صحبت تشبسکاران لایحه پیشگیری از زوراوری در خانواده از جوانان میپرسند. بینندگان ارجمند شکل پوره این گزارش را می توانید در سامانه cw.azadi.org تماشا کنید. طرح نوی قانون مهنت پیشنهاد کرده سروزیر ویکتور اوربان در مجارستان جنجال برانگیز و باعث اعتراض ها شد. اوربان که از مخالفان سرسخت آمدن مهاجران به کشورش است به شهروندان این کشور پیشنهاد کرد که در یک هفته 6 روز کار کنند تا نارسایی نیروی کار برطرف شود. اما مخالفان در مجارستان طرح پیشنهاد کرده سروزیر را قانونی غلامی نامیده علیه قبول آن دست به اعتراض زدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر. چند شب است که هزاران نفر در شهر بوداپشت راهپیمایی میکنند. آنها از عملکردهای حکومت خشمگین هستند و میگویند حقوق کارگران، آزادی مطبوعات و استقلال دادگاهی در مجارستان زیر خطر است. روز 17 دکبر تظاهرگران خواستند تلویزیون شکایت‌هایشان را نشر کند. این ویدیو را برنادت زل یک وکیل مخالف دولت ثبت کرده است. او و وکیل مخالف دیگر را از تلویزیون راندند. ما اینجا آمدیم تا 5 طلب خود را در تلویزیون ملی بخوانیم، اما حالا وضع به جای رسیده است که وکیلان را بیمارستان میبرند، آنها را روی فرش افکنده لطوکوب میکنند. تظاهرات روز 12 دکبر و بعد از آن شروع شد که پارلمان با قبول قانون نو 6 روزی کاری را حتمی کرد. بر اساس این سند کاردهنده میتواند از کارگر کار اضافی طلب کند و پولش را سالها بعد بدهد. قانون دیگر اجازه میدهد که وزیر عدلیه دادرس‌ها را تعیین کند. روز 16 دکبر تعداد تظاهرگران از 15,000 نفر گذشت. راهپیمایی در دیگر شهرهای مجارستان هم بود ولی بزرگترینش در بوداپشت صورت گرفت. من میخواهم در کشوری دموکراتی زندگی کنم. من میخواهم در کشوری زندگی کنم که خودم آزادانه تصمیم بگیرم، نه اینکه قرارها را به آگاهی من قبول کنند. نخست وزیر ویکتور اوربان از سال 2010 در حکومت است. میگوید که قانون‌های نو برای از بین بردن نارسایی نیروی کاری و بهتر شدن نظام دادگاهی ضرورند. حزب فیدز او میگوید تظاهرات کاری دست جورج سوروس، میلیاردر مجارتبار آمریکایی است. تظاهرگران این ادعا را به مسخره کشیدند. بنیاد سوروس ادعای ویکتور اوربان را بی اساس نامید.
مشکل مهاجران کره در روسیه نو نیست، اما یک گزارش تحقیقاتی تلویزیونی نستایه شوریم از شهر مسکو نشان می‌دهد که نه تنها مهاجران بلکه فرزندان آنها نیز در مکتب‌های روسیه خود را بیگانه احساس می‌کنند. با پنداری مسکوی‌های بومی، فرزندان مهاجران زبان روسی را خوب نمی‌دانند و از این رو آنها نمی‌خواهند کودکانشان یکجا درس خوانند. این ادعای آنها درست است و یا ریشه مشکل در بیگانه‌ستیزی مسکوی هاست؟ تفصیلاتی موضوع در گزارش همکارم کیومرثی عطا. رستم حلیموف 9 سال پیش همراه با خانواده‌اش به روسیه آمد. آن زمان پسر آنها قاسم همگی 2 ماه داشت. حالا قاسم در صنف سیوم میخواند و ماه پیش به ایجاد شعر با زبان روسی آغاز کرد. زبان اول او زبان روسی است. من از او تاجیکی مسکوی نام میبرم. او تاجیکی را میفهمد اما خوب صحبت کرده نمیتواند. کوشش میکنم در خانه با او با زبان مادری گپ زنم. بعد چند جمله او میگوید پدرجان بهترش بیا با روسی صحبت کنیم. برای او معاشرت با این زبان راحت تر است. قاسم حلیموف در یک مکتب عادی مسکو میخواند. در صنف او کودکان دیگری هم هستند که همراه با والدان مهاجرشان به مسکو آمدند. در صنف آنها 4 خواننده دیگر از خانواده مهاجر است. 2 نفر از تاجیکستان، 2 نفر از ازبکستان. تحصیل این 4 نفر چندان خوب نیست. به والدان آنها مشورت دادند برای فرزندانشان معلم علاوگی بگیرند، ولی من از پسر خودم افتخار میکنم چون تحصیل او خوب است. حالا قاسم به پدر و مادرش در آموختن زبان روسی یاری میکند. او بعضاً برای آنها ترجمانی هم میکند. مثلا وقتی یک جای به مغازه می روند با فروشنده ها صحبت می آراید. قاسم در مسکو به وای رسیده است و مشکل ندارد، ولی حال کودکان مهاجره که تازه به مسکو آمدند از او فرق می نماید. در روز اول درس معلوم شد که دختری من بسیار گپ زدنро دوست می داشته است. او را با پسرچه با نام حیدر پشت یک میز نشاندند. او عموما روسی را نمی داند و حرف دخترم را نمی فهمد. دختری من هم زبان او را نمی داند. چطور آنها سر یک میز میشینند؟ به گفته اکسان همایش فرزندان مهاجران که محض به همین خاطر صنف‌های آمیخته تأسیس داده شد، در اصل تجربه ناموفق است. Они общаются между собой, если это дети одной национальности, а у нас дети разных национальностей. آنها فقط بین خود صحبت میکنند. مثلا اگر کودکان از یک ملتند با هم معاشرت کرده میتوانند. در اینجا کودکان از کشورهای مختلف زیادند و در نهایت آنها به گروه ها تقسیم میشوند و به دلیل زبان مشترک با هم دوستی میکنند. Они, наоборот, все очень отдельные и обособленные, каждый со своими. در مکتبی که دختر اکسانه یعنی تحصیل میکند، به خوانندگان درس علاوگی زبان روسی دادن نمی شود. دختر او میگوید کوشش میکند که به کودکان در آموزش این زبان یاری کند. من تو نه، من تی گوشتن در کار. من با او این رو میلیون بار تکرار میکنم. ولی این کار رو نه من بلکه باید اول معلم اجرا کنم. آنها رو باید از همین خودساری برخی از والدان کودکان روس با توجه به این مشکل یعنی تحصیل فرزندان مهاجران بچه های خود را به مکتب های دیگر میبرند. به گفته اکسان پاشینه از مکتب دختر او یک بار 3 خواننده را گرفتند. پسر رستم حلیموف قاسم برعکس فقط با مسکوی ها صحبت میکند. وقتی پدرش او را در تعطیل به تاجیکستان فرستاد، وی در آنجا زیاد نماند. پس از 10 روز قاسم از والدانش خواست که او را به خانه‌شان به مسکو برگردانند. بینندگان ارجمند، وقتی برنامه امروز ما به پایان رسید. اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org دریافت کنید. صحیفه های ویژه رادیو در فیسبوک ادنا کلاسیک قابل دریافتند. گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. صبح پگاه در نشر نوید بامدادی شما را منتظریم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.